چیزای مانستر شیطانیه؟ اگه به لوگوی مانستر دقت کنیم توی نگاه اول میبینیم که شبیه یه پنجه است، ولی وقتی توجه بیشتری کنیم میبینیم که این پنجه شبیه ام انگلیسیه که از 3 خط تشکیل شده که به هم نچسبیده. اما اینا خطوط ساده ای نیستن و توی زبان عبری این خطها به معنی عدد 6. حالا 3 عدد 6 کنار همدیگه یعنی چی؟ 666 نماد شیطان. و اگه به اسم مانستر روی قوطی دقت کنیم حرف او رو میبینیم که داخلش یه خط کشیده شده که به شکل صلیب دیده میشه. حالا وقتی که داریم مانستر میخوریم قوطی برعکس میشه و اون صلیب هم وارونه میشه. یعنی چی؟ تمسخر دین و خدا. خیلی دارک بود، ولی اگه فکر میکنی چرت و پرته پس تو بهم بگو چرا باید توی او نماد صلیب در بیارن؟ مرسی که لایک